الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادری از ما سوال نمودند که یک انسان هیچ کاری نمی کند، کار از سبب نبودن مبلغ، شاید از سبب دیگر، و از بانک می رود به ریبا پول می گیرد، به پرسنت پول قرض می گیرد، یا از کسی دیگر، نه از بانک، از یک انسان یا که از بانک فرق ندارد، پول به ریبا به عوض پرسنت می گیرد و تجارت می کند، صاحب کاری می کند، تاجر می شود. آیا همین جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. ما باید همه امان بدانیم، همه این مسلمان ها بدانند که در همه حالت استفاده کردن مبلغ ربوی یا که حالت های ربا حرام است. در همه حالت حرام است. بارک الله فیکم. نبودن پول، کمبغلی، فقیری، مسکینی، این سبب نمی شود که به ربا دست زدن جایز باشد. و هر انسانی که و هر علمایی که فتوا به جایز بودن گرفتن ربا فتوا دادند، البته غلط و خطا کردند. البته این چنین فتوا هم نیست. اگر فتوا داشتن کدام اهل بدعتی است. نه در دارالحرب، نه در دارالکفر، نه در دارالاسلام، در همه حالت ربا مطلقاً حرام است. پرسنت حرام است. البته مردم ما از ربا فقط یک نمودش را، ربای قرضی را که در قرآن عظیم الشأن ذکر شده است میفهمند و خلاص. ربا دیون میگن، ربا القرضی که در قرآن الله سبحانه و تعالی ذکر نموده است. اما دانید که ربای در قرض گرفتن است. یعنی وقتی که قرض میگیرید پول رو به یک پرسنت معین باز زیاد گردانده دادن، و این چنین ربا در خرید و فروش وجود دارد. و ربای خرید و فروش به دو قسم تقسیم می شود: ربای فضل، ربا الفضل، و ربا نسیئه. بارک الله فیکم. ربا الفضل در چیزهای معینی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح ذکر نمودند: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، طلا به طلا، نقره به نقره، خرما به خرما، نمک به نمک، جو به جو. وقتی که این چیزها را به همدیگر آلوش میکنیم، عوض میکنیم، من به شما 1 کیلو طلا میتیم، شما به من 1 کیلو طلا میتید. طلای من نفت، طلای شما کنه. برای همین شما طلای کنه را به من 1 کیلو، من طلای نو را به شما 1 کیلو 200 گرم زیادتر. انا این ربا شد، پرسنت شد، ربا الفضل. ربا النسیئه یعنی وقتی که این جنس اختلاف شود، یعنی یک کسی به مانند، حتی علما میگن تغییر دادن مبلغ، چخیلی که امروز وجود دارد، صراف هایی که وجود دارد، مایده کردن پول. شما $100 رو به کسی میتید برای اینکه این پول را این انسان به شما عوض بکند و پول روسی یا که تاجیکی بدهد. پول را میگیرد، میگوید که من پول تاجیکی را فردا به تو میتیم. انا این ربا شد، ربا نسیئه شد. باید دست به دست باشه. شما به وی $100 میتید و به شما به قرب معین و معلومه که در همون زمان است، مثلا در سعودی 375 ریال است، یا 373 تا 75 ریال. این چنین حساب میکنند میتید. و اگر دست به دست نباشد، شما پول را تید و پول را نگرداند، همین ربا است. یعنی نمودهای ربا زیاد است که البته در مسئله درس‌های فقهی، در مسئله ربا ما سخن‌های زیاد داریم، اما تمام نمود ربا حرام است. و انسان وقتی که بیکارماند رفته از بانک یا از شخص به مقدار معین
پول گرفتن و این رو به پرسنت زیاد به ریبا گرفتنش حرام است. و الله رب العزت و الجلال در سوره بقره آیت 275 تا 281 6 آیت کاملا در همین مسئله ریبا صحبت کرده است. الله سبحانه و تعالی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آنانی که ریبا میخورند نمیخیزند از قبرهایشان مگرم به مانند اون کسایی میخیزند که اونها را شیطان ها تخبط کرده است، یعنی مثل مجنون ها میخیزند. خیلی که ابن عباس در تفسیرش گفته است انسان ها از قبرشان میخیزند، ریباخورا از قبر میخیزند روز قیامت در حالتی که دیوانند، مثل مجنون هستند، چرا که ریباخورها صفتشان در روز قیامت با دیوانگی و مجنونی شناخته میشود. چرا؟ ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، زیرا که اونها در این دنیا میگفتند که ریبا این به مانند میگفتند که خرید و فروش و بیع و تجارت به مانند ریبا است. برای همین در روز قیامت به مانند دیوانگان و شیطان زدگان از قبرشان میخیزند. الله میگه که الله خرید و فروش و تجارت را حلال کرده است و ریبا را حرام کرده است و این مطلق است و این سخن عام آمده است که و حرم الربا مطلق در همه حالت و در همه زمان و در همه مکان و با تمام نمودهایش. پس بارک الله فیکم، هر کسی که به وی موعظه از جانب پروردگارش الله رب العزت و الجلال آمد و این ریبا را ترک کرد و پیش از این عملهای کردگیش را الله خواهد بخشید و امرش به سوی الله است. و اما هر کسی که فهمید و باز انجام داد آنها از اصحاب آتش جهنم هستند و آنها در آتش جهنم خالدون میمانند. البته خالدون میمانند، ابدالابد میمانند در اینجا یعنی ریباخورها، ریبا انجام دهندگان به نهایت عذابشان در دوزخ سخت است. اما ریبا انسان را کافر نمیکند. حکم ریبا گناهی کبیره است، به نهایت گناهی سخت است، اعلان جنگ به الله است. اما خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کرده اند و صحابان ذکر نمودند، وقتی که گناهش پاک می شود آخر امرش باز جنت است. پس از الله بترسید، ریباخوری را ترک کنید و با ریبا کسی برکت نیافت و نخواهد یافت. و البته در این مسئله خیلی که بیان کردیم ان شاء الله در حلقه های فقهی صحبت خواهیم کرد. و الله سبحانه و تعالی خودش هم زیباترین سخن را گفته است، میگه یا ایها الذین آمنوا، ای آنانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، از الله بترسید، و ذروا ما بقی من الربا، و ترک نمایید از آن چیزی که باقی از ریبا مانده است. این کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید، یعنی اگر مؤمن باشید ریبا را ترک نمایید. اگر مؤمن نباشید خیر ریبا را باز انجام بدید. شما کدامش رو اختیار میکنید؟ مؤمن هستید یا که کافر هستید؟ البته ما اینجا کفر و کفر اکبر نمیگوییم، کفر اصغر است خیلی که به شما بیان میکنیم. اما کسی که گفت که ریبا حلال است کافر است. هر کسی که حرام کرده الله را، چیزی که الله حرام کرده باشد فرق ندارد، حلال بگوید کافر است و این به اجماع علمای اهل سنت و جماعت است، هیچ عذری ندارد. اما هر کسی که حرام کرده الله را به جا بیاورد، غیر از شرک، غیر از طاغوت پرستی، غیر از در مسائل اصول دین، در مسائل مثلا گناه کبیره را انجام بدهد، این رو ما کافر نمیگوییم، بلکه این شرک اصغر است. بارک الله فیکم. و الله سبحانه و تعالی خودش ذکر میکند و میگوید که فإن لم تفعلوا، اگر شما انجام ندهید، یعنی اگر شما از الله نترسید، ریبا را ترک نکنید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلان جنگ به الله و رسولش کردید. بارک الله فیکم. برادران و خواهران موحد و موحده، در یگان حالت ریبا نگیرید و به الله توکل نمایید و از الله آسانی زندگی را طلب نمایید. پس بعضی انسان ها میگن به هجرت به روسیه به مهنت رفتن لازم است، پول ندارم من از بانک قرض بگیرم. ریبا است. با بانک های تاجیکستان، با بانک های دولت های کفری، تمام نمودی دولت های دموکراتیک که امروز هست
با بانک های بسیار اینچنین دولت های عربی هم که بانک های ریبوی است همکاری کردن، البته این حرام است. در مسئله گرفتن قرض، گذاشتن مبلغ برای عوض، برای زیاد شدن، همش ریبا هست و حرام است. بارک الله فیکم. ایمان خود را حفظ نمایید. السلام علیکم و رحمت الله.